سلام بچه‌ها، من امیرحسینم از چنل AMG و توی این ویدیو میخوام توی این محوطه توی یک بتان B4 قراره یه دونه اسباب بازی پونی که قایم شده رو پیدا کنم. خب فقط هم 14 دقیقه وقت دارم. شروع شد؟ برو. خب 1 2 3 گفته بودی توی راهنماییت که کجاست؟ توی محوطه سبزه؟ آره. اونجا نیست. اوکی نمیخواد دیگه بگی، خودم میگردم. پونیه؟ بله بارون میاد. این تیکه‌شو کات کن. خیلی. آره. وای الان میاد. نه نه بچه بودو دیگه. فرازو بگیر داداش فراز خیلی بچه است، داره بچه سازی اینجا رو این اون میگیری؟ عمرم پیداش کنی. من و محبود انقدر روش فکر کردیم که عمرم بتونی پیداش کنی. بچه بیا یه شنو یا نه؟ آره تو دست بزن. خب هر چقدر که دور میشی دستا تو آروم تر میشه. محکم‌تر بزن تو دوربینم برسه. بکنم بودو. خیلی داری دور میشی یا تو همین محوطه است. بیا تو. محکم‌تر دست بزن. اونو بده من. محکم بزن سر تو دوربین نمید. بچه همین سوسیسا وقتی بیفتن تو آتیش چی میشه؟ میسوسن. درسته میسوسن. بچه ها داره بر خودش وقت میخره. البته فکر کرده داره وقت میخره. داره بیشتر وقتشو هدر میده. اینجا؟ من هیچی نمیتونم بگم. صدا چقدر خفن میپیچه. وای عمرم بتونی پیدا کنی. آقای ادیتور بنویس که کجاست. خیلی خوب. یه فلش هم داداش وقت نداری. بودو تو این درخته نی. توی درخت نیست. خب من الان چجوری اینا رو بکنم برم اونجا؟ نمیخواد بکنی. کلشو بگرد. کلشو بگرد. داری نزدیک میشی. بشین دستم تون شده. دستم جون نداره که خیلی تون بزنم. وگرنه خیلی تون میزنم. اینجاست. نیست. میشه با این سیست نگیریم انقدر. خب بگیره. داری تو رو میگیری. خب چرا داری همش پایین روزماری ها رو نگاه میکنی؟ داری راهنمایی میکنی. خب اینقدر منگوله دیگه. چیکارش کنم؟ خودش منگوله. چجوری پیدا کنم؟ چک میخوری پیدا نکنی. من دیگه بایستا پیدا کن 50 خیلی دیگه. من میدم. این نمیده. من میدم. بچه نگفته بودم. بچه اگه ببازم یه چک میخورم از هر دوشون، ولی اگه ببرم 50. بودو وقت نداری. من دیگه دستم جون نداره. فقط میگم خیلی نزدیک. خیلی نزدیکی. یکم داری دور میشی. سرد و گرم. سرد و گرم. سرد. گرم. خب گرم. یعنی اون ورترش خیلی وقتی خیلی نزدیک باشم میشه زبونم گرفت. من داشتم کسی 10 دقیقه هم مونده. بگیر فیلم بردار. حرف بزنی ها.
گرمه که داغ برو بچه فیلم بردار برو 10 دقیقه یه راهنمایی دیگه بدین خب تو این شکلی هانی تو این شکلی دراز است ببین تو داری اینو تکون میدی بچه ها نمیبینه تکون نده بگه 10 دقیقه وقت داری ما که کلی هم راهنمایی کردیم صورتیه اونا پیداش کردم افتاده پایین بچه ها ببینه علیه بندازمش تو پون علیه نه برای چالش دیگه میخوایمش نه بچه با پون علیه بچه گن خورد فیلم بردارمون افتاد با اینکه فاصله من نگهی با اینکه خیلی فاصلهش کم بود بذار خود فیلم بردار رو بگیرم جدی بچه ها میخوام یه یواشکی برم از پشت بزنم تو سرش داری همین چیزی به بچه ها میگی؟ نه اسمعی بچه دیگه اصلا با هم تنه نداره به جاش من و محبود و امیر با هم یه چنل ستایی داریم امیر حسین امیر حسین باتی بهمون اثبات کن که بچه یه چیز درباره اثباتی بهتون بگم او هنوز به ما اثبات نکردی که اثباته اثباتی وقتی بچه بوده یه دونه مشکل تایپی ایجاد اومده به جای امیر حسین اسمش شده بود امیر حسن آره مشکل تایپی نه اون موقع دستخط می‌نوشتم اون موقعی که کتاب آقای ادیتور لطفاً مطمئنیش باشی لطفاً این تیکه رو حذفش کن خب چیز میشه پنیر بچه منحرف من نباشید چرا دارم شما رو میکشونم بچه یه تبلیغ کنی آخه که اسپانسر نداریم چرا باید تبلیغ اسپانسر این شاید بعداً اسپانسر آقای هیچ کس نه ولی بچه آقای هیچ کس رپره نه بچه اسپانسر بچه ها حالا نه واقعا هیچ کس حالا یوتیوب سلام نه یوتیوب this is hello YouTube my sponsor this is this not this is بچه اسپانسر این ویدیومون اسپانسر میلاد نیست فرسه اسپانسر نیست قراره بشه این ویدیومون رو اگه اسپانسر. دید اگه دلش خواست میتونه اسپانسر ما شه لطفاً اسپانسر شو حتما با این کیفیت میبینه و خوشش میاد آره خیلی کیفیتمون خوبه. اصلا ویدیومون رو میلاد فرست بچه ما پشت صحنه هاشم براتون میذاریم ما یه سریاش ولی اگر شما انگوله نوتیفیکیشن رو بزنید یعنی سابسکرایب هم بکن سابسکرایبم او کنه قشنگ بزن سابسکرایب ها ببین 20 بار سابسکرایب کنه از اکانت های مختلف گوشی های مختلف گوشی ما بچه یه سر چکش کنین که نپره گوشی توی تویوب سابتون رو میپرونه بچه اگر کامنت فارسی بذارین یوتیوب سابتون رو میپرونه کامنت انگلیسی بذارین این مدلی یه چیزی هم چرت و پرت انگلیسی بنویسی آره اصلا من کجاش بعد کلا دارم بچه حتما سابسکرایب بکنید اگه سابسکرایب نکنید نمیتونین زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید پس نمیتونین فقط یکیشو میتونین فقط سابسکرایب کنید خیلی خوب بابا همه یوتیوبرها اینو میگن خب من از آره خواهش میکنم که اون عکس و اسم میلاد فرست و اون پایین برای شما بذاره لینکش هم براتون من خودم میذارم بچه ها لینک چیکار میکنی؟ پامو نشون نه لینک چنل میلاد فرست رو الان میندازم زمین حالا الان میتونید زمین رو ببینید اینجوری بکوبین روش برین سابش کنین چرا اونو ساب کن؟ خب ما رو اول ساب کنیم بعد آره اول ما رو ساب کنین اولویت مایی ما رو ساب نکنین اون نمیفهمه ما تبلیغش بعدش هم بچه شما باید حمایت کنین براش این ویدیوها رو بفرستین که اون ببینه اگه 500,000 تا برسه ما یه گروه دوبلوری میگیریم تا
برامون ویدیوهای مستر بیست رو دوبله کنن. لینک چنل مستر بیست هم الان میندازم زمین. این هم سابسکرایب کنه. یه لحظه کات بچه ها الان فیلم برداری یه ثانیه کات داد کارمون داشت. نمیتونستی اطلاع بدی بچه ها بدونن برای چی کات دادی. حالا مهم نیست چون که زیرا بچه ها این داره علکی عده ملالر بیاری حتی یه مو هم در نمیده. ادیتور سانسورش کن. سیبیلاش هم در نمیده حتی. تو می در اومده. بچه خداحافظ. خداحافظ. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ. دنیا اومده بودی با دست خط می‌نوشتم. آره. بچه ها داره چیز اضافی میخواد. چیز میشه پنیر بچه ها. بله. مثبت فکر کنید. شورت هم نه مثبت بکن. مثبت کن. شورت پنیر است. شورت نیست. شورت ویدیو. شورت ویدیو. آره شورت ویدیو. مثلا بنویسید هلو. مثلا بنویسید این یارو خیلی درم بزنید اولین ویدیوی ما که نه اولین نفر ویدیوی جدید ما رو میبینید. این ویدیو توی اسکی از میلاد فرست.